خب سلام، من امروز با این تیپ افتضاحم دارم میرم از این اداره گذرنامه و اینا، به خاطر همین شکلیم و میخوام یک عکس بسیار زشت تحویل بگیرم. در همین حال میخوام وسایل کیک هویج و گردو بگیرم که یک کیک خوشمزه امروز با هم درست کنیم. پس با من همراه باشین. بعد از اینکه کارمون تموم شد رفتم و چیزایی که میخواستم و گرفتم، از گردو گرفته تا شیر و غیره. 4 تا تخم مرغی که به دمای محیط رسیده باشه رو میشکونیم و بعد 1 قاشق چای خوری وانیل و 1 پیمانه شکر بهش اضافه میکنیم و اونقدر هم میزنیم که حالت کرمی رنگ به خودش بگیره و در ادامه 1 پیمانه روغن مایع اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم. حالا توی یک ظرف دیگه 2 پیمانه آرد اضافه میکنیم، 2 تا قاشق چای خوری بیکینگ پودر و 2 تا قاشق غذاخوری پر از دارچین بهش اضافه میکنیم و بعد تمام مواد خشکمون رو از صافی رد میکنیم و اونقدر هم میزنیم که همه موادمون خوبی با هم مخلوط بشن و یه همچین بافتی که در ادامه ویدیو خواهید برسه. حالا 2-3 تا هویج متوسط برمی‌داریم، با رنده درشت رنده می‌کنیم و به اندازه 2 پیمانه به موادمون اضافه می‌کنیم و به اندازه 1.5 پیمانه گردوی خرد شده به موادمون اضافه می‌کنیم. موادمون رو با لیسک هم میزنیم. بافت سفت و منسجمی داره که یه چیز طبیعیه. وقتی که موادمون به خوبی با هم دیگه هم خورد قالبمون رو چرب میکنیم. از یه قالب بزرگ استفاده کردم که موادم به خوبی بپزه. داخل فردمای 180 درجه میذاریم. بعد از 1 ساعت با خلال دندون چک میکنیم. اگه موادمون نچسبید کیک ما آماده است.